سلام دوستای عزیز، علا هستم. اینجا استودیو بامبوه، در خدمت شما هستیم با اولین قسمت از برنامه 0 تا 100. با ما باشید تا ادامه. مخلص. میخوایم امروز اولین کاری که انجام بدیم معرفی کنیم برنامه کیوبیس. من اینجا کیوبیس 10.5 دارم، پس براتون بازش میکنم تا بریم داخلش ببینیم چه اتفاقی قرار بیفته. خب اولین صفحه‌ای که برای ما میاد میگه قراره چه کاری انجام بدیم. پوشه‌ای که میخوایم بسازیم برای موزیکمون کجا باید قرار بگیره. خب شما اولین جایی که میاد یه پیش‌فرض میاد تو خود اشتنبرگ. من اینو عوض کردم، یه پوشه درست میکنم و عنوان مثلا بیت 02 سلکت فولدر اینجا هم میزنیم بیت 02. این که mpt رو بزنیم صفحه برنامه برای ما باز میشه. حالا ما این بالا یه سری نوار داریم، این سمت یه سری نوار ظاهر میشه موقعی که شما VST یا لاین ویو همون آدیو ترک بخوای چیز کنید. حالا چطوری ما میخوایم VST بر فرض مثال وارد سیستم بکنیم و از VST استفاده بکنیم؟ از کجا باید بریم؟ توی این لاینی که میبینید یه کلیک راست میکنیم، یه نوار ظاهر میشه برای ما. اولین نوار زده اد آدیو ترک، یعنی شما میتونید ترک های mp3 ویوتون رو توی این ترک ها لینک بکنید و ارسال بکنید. اد اینسترومنت ترک. اد اینسترومنت ترک یعنی که شما VST میخواید، VST هاتون رو نصب کردید قبلا و میخواید الان استفاده کنید. میاد اینجا اولین گزینه‌ای که زده اینسترومنت، دومی زده آدیو اوتپوت یعنی خروجی این صدا چطوری باشه، استریو اوت. خب اصولا باید استریو باشه. حالا ما اینجا یه ویرتوال پیانیست رو داریم بر فرض مثلا. اگه روش کلیک بکنیم برای ما هرچی VST نصب کرده باشیم میاد. حالا بر فرض مثال ما این VST رو اجرا میکنیم. خب میخوایم این VST الان اومد توی صفحه ولی ظاهر نشد. حالا ما دو تا راه داریم، یکیش اینجا که اینو بزنیم VST برای ما ظاهر میشه. البته حالا من رفت صفحه دوم میارمش پایین. صفحه اولتون رو چی میگم؟ صفحه اولم دیگه من ببخشید. خب VST مو ظاهر شد. عرضم به حضورتون که فضای VST. حالا یه راه دیگه هم داریم که این لاین بغلمون میبینید ظاهر شد، اولش هیچی نبود. این گزینه رو بزنید VST ما میاد. حالا گزینه‌های دیگه هم داره، اینجا ولوم صدا، اینجا به صورت استریو میخواید پخش بکنه یا به صورت سولو میخواید پخش بکنه. این خودش یه دیلی خاصی میده به VST. حالا ما میخوایم روی این لاین پلاگین نصب بکنیم. پلاگین ها رو چجوری نصب میکنیم روی این لاین؟ اینجا زده یه آدیو اینسرت. توی آدیو اینسرت یه سری کانال داریم که نگاه کنید روشون. وقتی میریم میتونیم کلیک بکنیم و پلاگینی که حالا میخوایم و بنا به صدایی که میخوایم درست بکنیم. یه سری پلاگین ها برای تقویت صدا، یه سری برای تأخیر صدا، یه سری برای ریورب صدا، یا حالا بسته به صدایی که شما میخواید طراحی بکنید. هر پلاگینی بخواید اینجا میرید روش کلیک میکنید. بر فرض مثال این پلاگین رو ما کلیک کردیم روش که یه بار دیگه کلیک بکنیم پلاگین برای ما ظاهر میشه. حالا ما میتونیم از این استفاده بکنیم. این پلاگین حالا به درد پیانو هم میخوره.
با پلاگین داریم گوش میدیم. بدون پلاگین. تاثیر پلاگینا روی هر صدایی بنا به اون پلاگینی که استفاده میکنید مشخصه. حالا اون پلاگینا رو هم دونه بدونه من براتون هر کدومو یه حالت برنامه طوری درست میکنم که اصلا استفاده بکنید و کیفیت کاراتون رو بالا ببرید. مخصوصا توی میکس و مستر این پلاگینا خیلی به کمکتون. خب حالا نوار بالا رو داریم. این نوار بالا یه دونه فایل داریم، زده فایل. ما میتونیم یه پروژه جدید وا بکنیم، میتونیم بریم تو لایبرریمون اوپن کنیم پوشه‌ای که نیاز داریم. سیو هسته دیگه. اینا رو که دیگه هر کسی که با برنامه کار بکنه اینا رو دیگه مشخصا میدونه. حالا دو تا گزینه ما اینجا داریم، ایمپورت اکسپورت. ما زمانی که میخوایم صدایی وارد برنامه بکنیم که مورد نیازمونه، بر فرض مثال ویوایی هست که ما ازشون استفاده میکنیم، به این صورته که یک کلیک راست میکنیم، اد آدیو ترک اد میکنیم، میریم رو گزینه ایمپورت و باید بگردیم اون بانک صدایی که ما داریم و اد کنیم توی اینجا، دنبال کنیم توی کدوم پوشه ریختیم. من جدا کردم، هر کدوم رو فصل بندی کردم. بر فرض مثال میایم تو پرکاشن لوپ، میخوایم یه پرکاشنی استفاده بکنیم. اوپنه که میزنیم ظاهر میشه برامون. حالا توی همین لاین هم میبینید یه گزینه داره به نام اینسرت. توی این هم میتونیم پلاگینا رو استفاده بکنیم. پلاگینایی که مختصه میبینید جدا بندی شده، داینامیکا، افکت، EQ. حالا بنا به چیزایی که شما توی سیستمتون ریختید و نصب کردید. امیدوارم که این برنامه به دردتون بخوره تا قسمت‌های بعد که بهتون توضیح بدم چجوری از VST استفاده بکنید و پلاگینا چه موقعی به کارتون میاد. میبینم.